فوتبال دوباره به ما یادآوری کرد که هیچ چیز ابدی نیست. در نیوکمپ رابرت لواندوفسکی برای آخرین بار با لباس بارسلونا به میدان رفت و با هواداران خداحافظی کرد. لیوا 4 سال پیش وقتی بارسلونا در یک از بدترین دورانهای خودش به سر می‌برد از بایر مونیخ آمد. بسیاری فکر می‌کردند با آن سن و سال فقط یک فصل دوام می‌آورد، اما او مثل همیشه حرفه‌ای و ساکت کار کرد. 119 گل در 191 بازی، 3 قهرمانی لالیگا، 1 کوپا دل ری و 3 سوپرکاپ اسپانیا. مهمتر از همه گل‌ها آرامش و رهبری بود که به تیم داد، به خصوص به جوان‌های مثل پدری، گاوی و یامال. در پیام خداحافظیش نوشت مأموریتم تمام شد. بارسلونا به آن جایی که تعلق دارد قرار دارد. کاتالونیا برایم مثل خانه بود. هواداران هم با تشویق‌های بلند و پر احساس جوابش را دادند. لیوا با چشمان پر از اشک و لبخند از زمین بیرون رفت. هم سپاسگزار بود و هم میدانست وقت رفتن رسیده. او یک از بهترین مهاجمان نسل خودش بود. از لهستان تا دورتموند، بایرن و بارسلونا همیشه گل میزد و معیارها را بالا میبرد. حالا فصل تازه‌ای برایش آغاز می شود. هر جا که برود موفق باشد. بارسلونا همیشه خانه تو خواهد بود لیوا.